سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادای محترم، با عرض سلام و ادب حضور شما، با امید که جور و سعادتمند و سرحال باشین. باز هم با من حبیب الله میخیل درس 11 فیزیک صنف 7 به شکل تجربی آغازگر میشین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با من همراه باشین. خب استادای محترم، باز هم با دوام سلسله درس‌های قبلی خود، موضوع بعدی که داریم از کتاب فیزیک صنف 7 موضوعی است به نام کار، تحت عنوان کار از نظر فیزیک تعریف مشخص خود داره، اما از نظر اصطلاحات محیطی و روزمره مفهوم خاص خود افاده میکنه. هر فردی که پرسان کنیم میگه که امروز چی کردی؟ میگه بسیار کار کردم. هر کسی را بگی خانه میگه در خانه کار میکنه، چی کردی؟ میگه کار کردم. اما از نظر فیزیک فکرتان باشه که کار یک تعریف مشخص خود داره که هر فعالیت فیزیکی را ما کار گفته نمیتونیم. میگیم که کار چی هست؟ کار عبارت از انتقال یک جسم تحت تاثیر یک قوه به یک فاصله. انتقال یک جسم به یک فاصله تحت تاثیر قوه به نام چی یاد میشه؟ کار. که فرمول کار در کتاب فیزیک بعداً کار میکنیم و عملاً تجربیش انجام میدیم و با استفاده از فرمول مشخص میشه که کار یعنی چی. ولی این موضوع امروزی ما کار هست و هدف این تجربه ما، تجربه 11 موضوع کار، هدف دریافت مقدار کار است. سامان و مواد مورد ضرورت، واگون یا مترک ما هم میگیم به اصطلاح محیطی واگون. دوم دستگاه سطح مایل پولیدار یعنی چرخدار. سوم سیت اوزان جریدار. چهارم خطکش. پنجم قوه سنج. ششم تار قدر ضرورت. طرز العمل عبارت از این روشی است که عملا تجربه را من انجام میدم. استاد محترم دقت بکنین به طرز العمل تجربه. خب مواد مورد نیاز ما را گفتیم که اول واگون یا مترک، این جسمی است که متحرک است و روی سطح مایل یا روی سطح افقی حرکت میکنه و بعدش هم سیت اوزان جریدار داریم یا دستگاه سطح مایل است. دستگاه سطح مایل یا اینا به نام دستگاه سطح افقی هم یاد میکنن و به حساب سطح مایل هم کار میتن. بعدش سیت اوزان جریدار هستن که از اون میتونیم استفاده بکنیم و بعدش گفتیم خطکش، قوسنج و تار هم قدر ضرورت. چون تار قبلا با دستگاه بسته کردیم، عیارش کردیم تا از زیای وقت جلوگیری شود. اگرچه گوتک تار هم باید باشه، میشه از اون استفاده کنیم. خب حالا می محترم عملا تجربه را انجام میدیم. قبل از اینکه تجربه را انجام بدیم ما قوه عاملی که در سطح افقی باعث حرکت یک جسم متحرک روی سطح افقی میشه و با او تغییر موقعیت میده از موقعیت اولیش، اون مقدار قوه را پیش خود تعیین میکنیم که چی مقدار قوه هست. خب قوه سنج میگیریم و قویی که در دست ما، وزنی که در دست ماست، این را اوزان میکنیم. میبینیم که در اینجا 0.2 نیوتن 0.2 نیوتن قوه را نشان میده. 0.2 نیوتن قوه. خب در ابتدا این قسمت مبدی مترک یا واگون توسط مارکر یادداشت میکنیم که در کام موقعیت قرار داره که موقعیت صفری هست و بعدا این از اینجا رها میکنیم، میبینیم چی فاصله را تعیین میکنیم و در اثر تاثیر کدام قوه. 1 2 3. با استفاده از فرمول کار یعنی W مساوی میشه به F ضرب D. قیمتایی که ما پیدا کردیم نوشته میکنیم. گفتیم با آویختن قوه F مساوی میشه به 0.2 نیوتن. 2 نیوتن قوه جسم از موقعیت اولیش تا موقعیت دومی به اندازه D مساوی میشه به 72 سانتی متر که از جنس، چون قوه در سیستم مکانیزم داده شده و قوه
در سیستم MKS داده شده. پس بنابراین فاصله را وقتی ما به سیستم MKS تبدیل بکنیم یعنی 72 سانتی متر از جنس متر مساوی میشه به 0.72 متر. آن همین قیمت قوه و قیمت دی یا فاصله را از اینجا میگیریم در رابطه بالا وضع میکنیم. W مساوی میشه به 0.2 نیوتن ضرب 0.72 متر. این دو تا رو با هم ضرب بکنیم مساوی میشه به 2 ضرب 7 2 ضرب 2 4 2 ضرب 7 14 4 حاصل 1 2 ضرب 0 0 0 جمع 1 1 اون طرف هم 0 است ضرورت نیست. چند خانه اشاری داریم؟ یک خانه، دو خانه، سه خانه اشاری. از طرف راست به طرف چپ سه خانه اشاری جدا میکنیم. یکی 2 3 یعنی 0.144 نیوتن ضرب متر مساوی میشه به ژول. یعنی در نتیجه نهایی میگیم که W مساوی میشه به 0.144 ژول کار. یعنی قوه 0.2 نیوتن در دستگاه سطح مایل کار به اندازه 0.144 ژول کار انجام داد. پس میگیم هدف ما در متناسب به موضوع ما کار بود و هدف دریافت مقدار کار یک دستگاه بود که عملا توسط تجربه انجام شد و کاری که میخواستیم پیدا کردیم. چون توسط قوه 0.2 نیوتن کار به اندازه 0.44 ژول کار انجام دادیم و نتیجه تجربه به دست آمد. پس به امید که تجربه را خوبتر و بهتر مخته باشین. در اینجا درس ما به پایان میرسه با طرح یک سوال. امیدوار هستم که شما واحدات اندازه‌گیری کار در سیستم CGS و MKS پیدا بکنین و یک شب دیگر تبدیل بکنین و رابطه بین آنها را پیدا بکنین. با امید کامیابی و موفقیت شما. خداحافظ و ناصرتون.